پس از این 5 نفر طلب دعا بکنید. یعنی دعای این 5 گروه در پیشگاه الله سبحانه و تعالی قابل قبول است. همیشه برای حل مشکلاتتان وقت خودتان هم دعا میکنید، از این افراد هم طلب دعا بکنید که در حقتان دعای خیر بکنید. اولا در مجموع رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند دعای انسان مؤمن در حق برادر مؤمنش قبول است. هیچ شک و تردیدی در این قضیه وجود نداره. اما این 5 گروه کیست؟ اول دعای مظلوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه دعای انسان مظلوم 100% قابل قبوله. به همون خاطر وقتی یک والی را در جای مقرر میکنه، توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم برش است که اتقوا دعوت المظلوم، از دعای مظلوم بترس، خودت دور نگاه بکن، چرا بین مظلوم و الله هیچ پرده‌ای وجود نداره. با مجرد که مظلوم دستایش بلند بکنه، الله تبارک و تعالی دعایش قبول میکنه. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. پس اگر مظلومی در جایی دیدید ازش دعا طلب بکنید که در حقتان دعا بکنه برای حل مشکلاتتان. دوم دعای مسافر. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند در هنگام سفر کسی که در مسافرت است دعایش قبول میشه. از عزیزانتان، فامیلتان، دوستانتان کسی سفر میکنه بگید که در حقتان دعا بکنید، دعای مسافر قبول میشه. سوم دعایی که هیچ برگشت نداره، دعای پدر و مادر هست در حق فرزند. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند دعای والدین در حق اولادش قابل قبول است. به همون خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کرده والدین را از نفرین کردن در حق اولاد. یعنی دعای بد به حق فرزندانتان نکنید، نفرین نکنید، لعنت نکنید اولادتان رو. چرا؟ مبادا هم دعایتان یک لحظه قبول بشه باز خودتان پشیمان میشید و حسرت میخورید. دعای مادر و پدر، به خصوص مادر و پدر ضعیف، پیر، ضعیف، بطلبید از آنها. بروید پیش مادرتان، پیش پدرتان بگید که در حق دعا در مورد این مشکلم دعا بکن حل بشه. او کاریم، هر آرزویی که داریم، ضرورتی که داریم، بگید که مادر جان و پدر جان دعا بکنه تا مشکلات حل بشه. و چهارم دعای انسان روزه‌دار، چه روزه رمضان باشه چه روزه نفل باشه. ما در حدیث صحیح داریم که پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میگه کسی که روزه داره در وقت افطار دعایش قبول میشه. یکی از جمله دعاهایی که هیچ برگشت نداره دعای کسی است که روزه میگیره. و پنجم دعای کسی که قبول میشه هیچ برگشت نداره دعای اطفال است، طفلکای معصوم.